با قسمت دیگه ای از برنامه‌های نقد کتاب در خدمت شما هستیم. در ساعات آینده همراه با مهمانان برنامه به نقد و بررسی کتاب چنین گفت زرتشت از نیچه خواهیم پرداخت. شاید معروف ترین جمله‌ای که از نیچه شنیده باشیم این باشه که خدا مرده است. سالها بعد زمینه فعالیت خود نیچه هم یک چنین خطاب مشابهی رو میگیره و اون که استیون هاپکینز چندی بعد مرگ فلسفه رو اعلام میکنه. اما ابوذر شریعتی از مدرسان خوب فلسفه معتقده که خود این حرف هم یک کلام فلسفیه. امشب خانم بدیعی در برنامه نقد کتاب ضمن نقد کتاب چنین گفت زرتشت به این موضوع هم خواهد پرداخت. من دعوت میکنم از هر دو عزیز که بیان بالا تا برنامه رو با هم شروع کنیم. درود بر شما. سلام و درود به شما. خیلی خوش آمدید. امیدوارم که آقای شریعتی هم به ما بپیوندن تا بتونیم با هم برنامه رو پی بگیریم. من ایمیل فرستادم، امیدوارم که بتونن کانکت بشن. درود بر شما، خیلی خوش آمدید. متشکریم، ممنونم. مرسی. سلام به شما آقای شریعتی. من خیلی مشتاق دیدار بودم، هم در خدمت آقای بوف باشم و همینطور اینکه در واقع در خدمت شما دوست عزیزمون باشم که در این مدت واقعا منو شرمنده کردید. اختیار دارید. خواهش می‌کنم. محبت فراوان داشتید. خیلی ممنونم. باعث افتخاره که در خدمتتون هستیم. سلامت باشین. متشکرم. سلام و درود میگم به همه دوستانی که دارن به ما ملحق میشن و ما رو تماشا میکنن. امیدوارم حالتون خوب باشه و تا آخر برنامه ما رو همراهی میکنید. اولش بگم که این برنامه سیو میشه در صفحه اینستاگرام آوای بوف. شما میتونید که اگر مقدور نیست براتون تا آخر برنامه با ما همراه باشید، این برنامه سیو میشه که بعد میتونید تماشا بکنید. و تشکر میکنم از آقای قرداغی، مسئول و ناشر مجموعه آوای بوف، که این فرصت و شرایط رو در اختیار ما قرار دادن که بتونیم این برنامه رو برای شما اجرا بکنیم. و از میهمان عزیزمون آقای ابوذر شریعتی که میدونم خیلی هاتون میشناسید ایشون رو، مدرس فلسفه، خیلی خوش آمد میگم به شما و ممنونم که دعوت منو پذیرفتید. متشکرم از شما. خب امشب میخوایم در مورد کتاب چنین گفت زرتشت به بحث و گفتگو بپردازیم. همونطور که میدونید فریدریش نیچه یکی از مهمترین فلاسفه قرن 19 هستش. آثاری چون فراسوی نیک و بد، حکمت شادان، تبارشناسی اخلاق و مهمترین و مشهورترینش چنین گفت زرتشت هستش که شخصیت اصلی این رمان فلسفی شخصی به نام زرتشت هستش که این اسم رو از اسم پیامبر در واقع گرفته شده. نیچه در این کتاب عقاید خودش رو از زبان زرتشت بیان میکنه. توضیحات کوتاه و ابتدایی رو از آقای شریعتی میشنویم در خصوص این کتاب. خواهش میکنم. زنده باشید. البته من در پیشگاه آقای قره‌باغی نمیخوام جسارت کنم. اگر صحبتی هست شما بفرمایید، من در خدمت هستم. خواهش میکنم حرفای مقدمات رو بفرمایید. من به عنوان شاگرد در خدمت شما هستم و وسطا شاید چند تا سوال پیش بیاد و بپرسم. نه قربان، نفرمایید، منو شرمنده نکنید. عرض کنم خدمتتون که خانم بدیعی چند دقیقه من وقت دارم تا این نکات مقدماتی رو خدمت
عزیزان عرض کنم. نکات مقدماتی چون میتونید تا 10 دقیقه حالا راجبش صحبت کنید اگر. خیلی خب، پس شما به من اعلام کنید دیگه. خواهش میکنم. من مجدد خدمت دوستان عزیز سلام عرض میکنم. همونطور که میدونید در رابطه با نیچه در کشور ما فراوان سخن گفته شد و من میخوام که از بدفهمی ها شروع کنم. یکی از بدفهمی های رایج در رابطه با نیچه اینه که نیچه رو معمولا یک شاعر تلقی میکنن. البته قطعا نیچه یک شاعر هست و شعر به نزد او مقامی بسیار بالا و در واقع بسیار ارزشمند داره و اصلا به همین جهت بود که نیچه افلاطون رو دلغکی خطاب میکرد که خودش رو جدی گرفته و او رو صراحتاً احمق مینامید، به خاطر اینکه افلاطون با وجود احترام فراوانی که فلاسفه بهش قائلن و با وجود توصیفی که وایت هت ازش میکنه، میگه که تمام تاریخ فلسفه تنها پاورقی است بر افلاطون، و با وجود اینکه ما خودمون رو مدیون آموزه های او میدونیم، ولی همونطور که نیچه میگه این ناسپاسی از استاد است اگر شاگرد استاد را به چالش نکشد. و همین جهت میبینید که ارسطو هم افلاطون رو به چالش میکشه و نیچه از او بدتر، به خاطر اینکه افلاطون هنر رو تقلید از تقلید میدونست. به خاطر مسئله ایده سرزنش افلاطون رو سرزنش میکرد. افلاطون وقتی از آیدوس صحبت میکرد، وقتی از تئوری ایده صحبت میکرد و نظریه هراکلیتوس و پارمنیدس رو با همدیگه خلط میکرد، یعنی در واقع میگفت ساحت حقیقت که ساحتی آن جهانی است، ساحت ثبات دیدگاه پارمنیدس، و ساحت این جهانی که کمی و فزونی و در واقع پستی برمیداره، زمانمند و مکانمند هست، این ساحت بی‌ارزشی هست. و حالا اخلاقیات کجا قرار دارن؟ اخلاقیات در ساحت حقیقت قرار دارن، در ساحتی آن جهانی. حالا ساحت اون جهانی عالم مسل هست. عالم مسل عالم ایده است که هر آنچه که ما در این جهان میبینیم به تعبیر سنت خودمون اگر بخوایم تعبیر کنیم، با اون ادبیات اگر بخوایم صحبت کنیم، همگی وجه الله هستند، وجهی از وجوه حقیقت هستند، در واقع کپی هستند. نسخه اصلی در اون عالم حقیقت وجود داره. کوه در واقع کپی از یک عالم دیگه است. حالا هنرمند میاد از این کپی یک کپی دیگه انجام میده، از این تقلید یه تقلید دیگه انجام میده. افلاطون نجار رو بالاتر از هنرمند میدونست، به خاطر اینکه نجار یه بار تقلید کرده ولی هنرمند 2 بار تقلید کرده. و در واقع چون واژه تخنه در زبان یونانی هم به معنای ساخت و ساز، کشتی سازی، هم به معنای آفرینش، هم به معنای خلق کردن به کار میره، افلاطون هنر رو در رده امور تولیدی قرار میداد و به این نتیجه میرسید که این چیزی که داره تو جامعه تولید میشه به زیان جوانان ماست. یک دیکتاتور تمام معنا میشه افلاطون اینجا. میگه قبل از اینکه شاعر بخواد شعری به سرایت، میبایست که به حاکمان ما نشان دهد، میبایست که حاکمان ما آن را تایید کنند. همین چیزی که امروز ما مثلا تحت عنوان سانسور شاهدش هستیم، افلاطون کاملا به این معتقد و خیلی عجیب این بابت. نیچه از این جهت شدیداً منتقد افلاطونه. وجه دیگر نقد نیچه اینه که در طول تاریخ، اینجا بحث اراده قدرت یا اراده معطوف به قدرت رو نیچه پیش میکشه. در طول تاریخ سوژه، یعنی همین انسان فاعل شناسا، همواره تحت تأثیر افلاطونیسم و مسیحیت و این هر دو ذیل عنوان آرمان زهد شلاق‌های ناجوان مردانه یا ناجوان زنانه خورده. سبک نوشتاری نیچه هم زنانه است. حالا اینم توضیح بدم. حالا به چه شکل شلاق خورده؟ به واسطه اژدهای تو باید.
در همین چنین گفت زرتشت از صفحه 50 به بعد نیچه از اژدهایی صحبت میکنه تحت عنوان اژدهای توبایدگو. این اژدهای توبایدگو هست که امثال جردان برونو و یان هوس ها رو به چوبه های آدم سوزی میکشونه. اون عبارت معروف یان هوس رو شنیدین که وقتی این رو در انبوهی از هیزم ها قرار میدن تا آتیشش بزنن، به جرم این که میگفت فهم شما از مسیح و خدا غلطه، نمیگم خدا نباشه، میگفت فهمتون غلطه. پیرزنی میاد و یک هیزمی رو میخواد پرت کنه به سمت، حالا این روایت در رابطه با جردان برونو هم نقل شده، به سمت یان هوس پرت میکنه و اینجا یان هوس برمیگرده میگه که ای لعنت بر آن جهل مقدست باد. این جهل مقدس رو نیچه ریشش رو در ادیان تاریخی میبینه. نیچه یک دین ستیز تمام عیاره، هیچ تعارفی نداره. هر کسی هم بخواد دین رو توجیه کنه صراحتاً او رو کارگر فلسفه مینامه. و همین جهت کانت رو سرزنش میکنه و کانت در زبان آلمانی به معنای تنفروش هم به کار میره. و همین جهت با کنایه میگه که کانت یک تنفروشی هست که شهامت این رو نداشته که به تعبیر ارسطو که میگفت فلسفه بلفضولی است و در واقع فیلسوف با این چاقوی فلسفه سینه فضائل زمانه را شرح میکند. و نیچه که میگفت من با پتک میفلسفم، یعنی به سراغ اخلاقیات میرم، میگه این آدم تا زمانی که وارد ساحت اخلاقیات نشده، ولو اینکه مؤلف سنجش خرد ناب یا نقد عقل محض باشه، من او رو به عنوان منتقد قبول ندارم، نمیپذیرم. میگفت این سوژه به قدری در طول تاریخ ذیل این آرمان و ظهر شلاق خورده، بکن نکن، برو نرو، بشنو نشنو، بپوش نپوش، یا اینکه نخوا، غرایز او سرکوب شده. نیچه میگفت من فیلسوف غریزم و مرگ خدا رو در واقع در همین سیاق ما باید بررسی کنیم. مرگ خدا اشاره به مرگ ارزش ها داره، اشاره به مرگ متافیزیک داره، اشاره به ساحتی یا جهانی داره که انسان به متافیزیک شده و انسان دیگه جانش با اون شبکه تصوری و مفهومی و تصدیقی انسان گذشته گرم نمیشه. میگه خدا مرده است، بت‌ها یک به یک فرو افتادن. این یک وجه نقد نیچه است. نقد دیگرش به تمام فلاسفه است، استثنا نداره. حالا با اسپینوزا گاهی همدل میشه، میگه همدل شبهای تاریک زمستانی من بوده. گاهی حالا با برخی فلاسفه اظهار همدردی و همدلی میکنه، اما نهایتا اینها رو علل خصوص دکارت رو بنیادگرا میدونه. افرادی که گمان میکنن پرسپکتیو یا چشمانداز اونها و همچنین رویکرد یا اپروچ اونها به این عالم تنها پرسپکتیو و تنها رویکرد حقیقی است. و نیچه اینجا از پرسپکتیویزم، چشمانداز باوری و تکثر قرائات صحبت میکنه و این توهم رو که حقیقت در چنگ ما هست، این رو هم از ریشه میزنه. در سپید دمان میگه من به عمق اعماق اخلاقیات میرم و یک به یک اونها رو میزنم، به اعماق رو، ولو اینکه عوام تو را به سخره بگیرن و بگویند که مجنون شده است. هر آنچه که هست در اعماق است. حالا این نکات نخستینی بود که من عرض کردم خدمتتون. در حد 2 خط هم من از چنین گفت زرتشت بخونم که در واقع جلسه‌مون متبرک بشه به چنین گفت زرتشت، کتابی برای هیچ کس و همه کس. خیلی کوتاه میکنم، شما بفرمایید. بلش. در بخش سوم میگه هان من به شما ابر انسان را میآموزانم. ابر انسان معنای زمین است. در رابطه با هر کدوم از اینها میشه بسیاری سخن گفت، میشه واقعا گفتگوهای بسیار ارزشمندی رو شکل داد، میشه پادکست تولید کرد. ابر انسان معنای زمین است، بادا که اراده شما بگوید ابر انسان معنای زمین است. برادران شما را سوگند میدهم که به زمین وفادار مانید و باور مدارید آنانی را که با شما
از وعده های ابرزمینی سخن. اینان زهر پالایند، چه خود دانند چه ندانند. در ذیل آرمان و زهد، در اون سنت مسیحی. اینان خار شمارندگان زندگی هستند، دشمن غریزه هستند، سرکوب میکنن خواسته های انسان رو. نهیلیزم به نهیل برمیگرده، به نفی. نیچه نهیلیزم منفعل رو ریشش رو در ادیان تاریخی که کاراکتر داره و کاراکترش تکرار اونه اینجا میدونه. اینان خار شمارندگان زندگی هستند و خود زهر نوشیده و رو به زوال. که زمین از ایشان به سطوح هست، پس بهل تا سر خویش گیرد. برادران روزگاری کفران و خدا بزرگترین کفران، اما خدا مرد. اکنون کفران زمین سهمگین ترین کفران است. خدا مرد و از بیان کفرگویان نیز بمردند. دقیقاً داره با ادبیات مسیح صحبت. اکنون کفران زمین سهمگین ترین کفران است و اندرونه آن ناشناختنی را بیش از معنای زمین پاس داشتن. روزگاری روان به خاری در تن می‌نگریست و در آن روزگار این خار داشتن بالاترین کار. روان تن را رنجور و تکیده و گرسنگی کشیده می‌خواست و اینسان در اندیشه گریزان از تن و زمین. وه که این روان خود هنوز چه رنجور و تکیده و گرسنگی کشیده بود و شهوت این روان بیرحمی با خویش بود. اما شما برادرانم نیز با من بگویید که تنتان از روانتان چه حکایت. این چند خط رو من خوندم، اگر نکته‌ای هست بفرمایید، حالا بحثمون رو. بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم از شما، از توضیحات شما. در این کتاب آقای شریعتی، نیچه تحلیلی مربوط به دوره روشنگری از دین رو صحیح میدونه و معتقده که دین آرامش بخشه اما خودفریبان است. اون معتقده که همه ارزش‌هایی که دینی هستند ساخته بشرند. بنابراین ما همگی مسئول ساختن ارزش‌های والای خودمون و پیروی از اونها هستیم. ولی این ارزش‌ها لازم نیست که با دیگران به اشتراک گذاشته بشه. و در جای دیگه گفته که ای دوست به شرفم سوگند، نه شیطانی هست و نه دوزخی. روانت از تنت نیز زودتر خواهد مرد، پس دیگر از هیچ چیز نترس. اینو چه تحلیلی دارید؟ اینو به بندباز میگه. اتفاقا من میخواستم همینو بخونم خدمتتون. ببینید اینجا نیچه بعد از اینکه ما رو سوگند میده، خب زرتشت از کوه پایین میاد و در واقع اینجا دیگه به زبانی سمبولیک داره با ما صحبت میکنه. خورشید، مار، عقرب، گوژپشت، همه اینها یک نشانه ای هستند که ما میبایست فقط دقت کنیم در من. عقاب نشانه تیزبینی هست، مار نشانه عدم غایت هست و حتی اون عصا چوب دستی که زرتشت به دست میگیره یا اون گوژپشتی که جانش سنگینه، انقدر سنگینه که خودش نمیتونه راه بره و باید زرتشت رو به دوش بکشه. این نشانه دوکسا و دگم ذهنیات اوست. به قدری در ذهن او دوکسا جزمیات و یا خیلی به زبان ساده بخوام بگم تسلب، تعصب، تعبد، تفرعن و تبختر وجود داره که نمیتونه 1 متر یا حتی نه بیشتر از نوک دماغ خودش رو ببینه. گمان میکنه حقیقت در چنگ اوست. نیچه تحت تاثیر شوپنهاوری که میگفت حقیقت فاحشه نیست، میگفت که حقیقت، شاهین حقیقت، حالا اینو از ریمت هم میخونم، هرگز بر بالین هیچ مطلق خواهی نخواهد نشست. بر بالین هیچ مطلق خواهی، چه فلسفه باشه، فیلسوف باشه، چه تئولوژی باشه، چه میتولوژی باشه، فرقی نداره، چه سیستم باشه. سیستم هایی مثلا کلان روایت هایی مثل مارکسیسم، سوسیالیسم، لیبرالیسم، هر چیزی که باشه ادعای حقیقت باشه، به هیچ وجه در واقع اینجا اون دست پیدا
پیدا نمیکنه. حالا اینجا نیچه بعد از این که انسان رو سوگند میده که به زمین وفادار بمونه، میگه باری زرتشت در مردم نگریست و حیران بود، چنین گفت انسان بندی است بسته میان حیوان و ابر انسان، بندی فراز مغاکی. این در واقع وقتی ما به نظری داروین هم که نظر میکنیم میبینیم که انسان اونجا مراحل رشدی داشته. پسرعموهای ما شامپانزه ها هستن، ما حالا یک مرحله جهش داشتیم. نیچه میگه که انسان کرم زمین است، از این انسان باید مطلقا ناامید شد. اگر میخوایم روی صلح و آرامش رو ببینیم، میبایست که از این جهان بینی، از این متافیزیک، سه فیلسوف سودای گذر از متافیزیک رو داشتن: مارکس، کیرکگور و نیچه. بعد از اینها دیگه هایدگر بود که و شاگردان او که متوجه این مسئله شدن، ولی تا قرن 20 اینها بودن. حالا نیچه اینجا میگه که ما میبایست، میگه که ما باید دریا باشیم تا بتونیم آلودگی این روح رو، آلودگی این رود رو بتونیم بشوییم. تا مادامی که دریا نیستیم این آلودگی ها از بین نخواهد رفت. به تعبیر نویسنده‌ای که میگه تاریخ بشر در یک عبارت، در یک شاید تلفظ ادا میشه: بوم. همین این تاریخ بشره. و نیچه میگه تاریخ بشر تاریخ شرمندگیه، تاریخ قتل، غارت، چپاول، دریدگی، حقخوری و بی‌عدالتی و ناجوانمردی. نیچه اتفاقا مخالف در واقع صلح نیست. بعضی گمان میکنن که نیچه فاشیست و نازیسته. اینم میخواستم خیلی سریع بهش اشاره کنم تا جایی که وقتمون اجازه میده. مسئله اراده معطوف به قدرت، همونطور که الان اشاره کردم، یک مسئله فلسفی فرهنگیه. سوژه‌ای که زیر بار افلاطونیسم و مسیحیت شلاق خورده، به قدری شلاق خورده که دیگه نمیتونه سرشو بلند. مثل در واقع یک منتقدی میمونه که مثلا یک سازمان مخوفی او رو میگیره و شکنجه میکنه و درد بر او مستولی میشه و او دیگه جهانبینیش از دست میده، فقط میگه هر چی بخواید من مینویسم، فقط خواهش میکنم دیگه دست از این شکنجه بردارید. اینطور شده. میگه این سوژه میبایست که اراده کردن را یاد بگیرد. اراده چه؟ اراده معطوف به حیات؟ نه. اراده معطوف به حقیقت؟ باز هم نه. پس چه چیز؟ اراده معطوف به قدرت، خواست قدرت. این مسئله مهمی که نیچه. حالا در سیاق این مسئله بحث دال توهی رو پیش میکشه. جهانی دیگر به مثابه دال توهی. نیچه معتقد آرمان‌ها همواره زندگی انسان‌ها رو ازشون گرفتن. شما میبایست که مثلا در مارکسیسم ما دیکتاتوری پرولتاریا داریم، پرولتاریای جهان، متحد شوید. تا چیکار کنیم؟ تا از جان و مال و ارز خودتون بگذرید که دیکتاتوریای جهان، ببخشید، پرولتاریای جهان به دیکتاتوری برسن. خب من باید برای این چه کار کنم؟ من باید برای این جانم رو بدم. ببینید من الان جانم رو میدم، تمام زندگیم رو نفع میکنم تا به یک آرمانی که نیست، آرمانی که یک دال توهی هست برسم. من خودم رو نفع کردم. نیچه میگه این مسئله در دین هم وجود داره. شما زندگی این جهانی رو نفع میکنید، بهش رو میخرید، غرایز خودتون رو سرکوب میکنید تا چیکار کنید؟ تا در جهانی دیگر یک بلدشویی حاکمی که حالا دیگه نه افرادی که دیگه سایز همه چی دارن، استخر چقدرشه میدونم، بهش رو میفروختن دیگه در مسیحیت. اگه مارتین لوتر نبود و جهنم رو نمیخرید، نمیدونم تا کی باید ما این بلا رو تحمل میکردیم. حالا نیچه میگه ما بیمایست از شر این خلاص بشیم. اینجا از بندباز مثال میزنه، بخشی چون صفحه 29. بندبازی که میخواد بندبازش شروع کنه، بعد بندباز دوم میاد به او حسادت میکنه و بندباز اول رو میندازه و زرتشت میره بالای سر او و حالا اینجا او به هوش میاد، میگه که نکند تو همان شیطانی هستی که میخواهی مرا به دوزخ بکشانی. به زرتشت میگه. اما زرتشت پاسخ داد ای دوست، به شرف هم سوگند چنین چیزی در کار نیست. نه دوزخی هست و نه شیطانی، روانت از تنت نیست زودتر خواهد مرد، پس دیگر از هیچ چیز مترس.
مرد با بدگمانی برنگریست، وانگاه گفت اگر حق با تو باشد پس من با از کف دادن زندگی چیزی از کف نخواهم داد. من هم چیزی بیش از جانوری نیستم که با کتکی و لقمه رقص به او آموختند. زرتشت گفت نه هرگز، تو خطر را پیشه ساختی و در این چیزی نیست که سزاوار سرزنش باشد. حال از راه پیشت پناه میشد، پس تو را با دستهای خود در گور خواهم کرد. چون زرتشت این بگفت، مرد میرنده دیگر پاسخی نداد، اما دستش را تکانی داد و چنان که گویی دست زرتشت را برای سپاس می. اینجا بخش تمام میشه و حالا زرتشت او رو داره با خودش هم. بنابراین این بخش هم اشاره به دال توحید داره که این دال توحید موقعیتش موقعیت کاملا سابجکتیوه، کاملا ذهنیه. یعنی اون موقعیتی که کاملا ذهنیه به شدت شکننده است، به شدت شکننده است و بستگی به حالات ما، به تعبیر هایدگر بیفایندلشکایت، حالت، موقعیت. انسان همواره در موقعیت، گاهی غم، گاهی شادی، گاهی هیجان، گاهی شک و تردید و گاهی ایمان. موقعیت ایمان به شدت متزلزله. افرادی که مثل ابوبکر بغدادی اون همه تاکید میکنن ایمان داریم، تاکید اونها از سر شک. اونها در هنگام نماز شبشون اگر بخونن، نمیدونم، در هنگام دعا و نیایشون شک دارن و چون شک دارن میان با کسانی این شک خودشون رو فرافکنی میکنن که بگن که ما شک نداریم. ببخشید. خیلی هم عالی بود، ممنونم. آقای قره‌داغی، دوستان میگن کامنت ها بسته بشه، موافقید که 20 دقیقه بسته بشه؟ مشکلی نداره، من کامنت ها رو میبندم. دوست داشتم که حالا دوستان هم یه جوری به صورت نوشتاری شرکت داشته باشن، ولی خب میتونیم ببندیم کامنت ها رو. بزنن رو صفحه، کامنت ها از بین میره. آره یه لمس بکنن، چون به هر حال ما یه جوری حالت چیز داریم، دوست داریم که بقیه هم یه شرکت داشته باشن، لااقل به صورت نوشتاری. اینکه یک طرفه نباشه این گفتگو، به خاطر اون فکر میکنم بهتر باشه که کامنت هم داشته باشیم. ولی خب این خوشبختانه این اپلیکیشن ها امکانات خوبی دارن، اگر بتونن ازش استفاده کنن میتونن انتخاب کنن که پیام ها رو ببینن، بنویسن یا اینکه کلا نبینن. بله ببخشید ادامه میدم. خانم بعدی، من یه کوتاه این وسط یه صحبتی داشتم، دوست داشتم که قبل از اینکه گذر کنیم از این موضوعاتی که جناب شریعتی عزیز مطرح کردن، حرف من بیشتر البته روی خود کتاب چنین گفت زرتشت هست، ولی یه حالت عمومیت پیدا میکنه. اینکه من خب سالها پیش این کتاب رو خونده بودم، زمانی که خیلی با نشانه های ادبی و فلان و اینجور چیزا خیلی آشنا نبودم، موقعی که جوان بودم و مطالعه خیلی کم داشتم، خب حقیقتش خیلی از کتاب چیزی نفهمیدم و خب گذاشتمش کنار. چندی پیش دوباره این کتاب رو خوندم، ولی همیشه پیگیر بودم، هم نیچه رو هم کتاباش رو. به نظرم حالا هم نیچه هم این کتاب یه مقدار میشه گفتش که حاشیه یا فرزندان ناخلف زیاد داره. اگر شما تو مقدمه یا دیباچه کتاب هم ببینید، آقای آشوری این کتاب رو در واقع یه جورایی مشابه میدونن با کتاب‌های مقدس، یعنی میگن حتما که جزو کتاب‌هایی هست که آدم رو به حقیقت میرسونه و اون مطلب ناب رو داخل خودش داره. و برای یک آدمی که حالا میگم من دوره جوانی رو خودم رو دارم نگاه میکنم، وقتی آنچنان مطالعه نداشتم، خب میرفتم تفسیرها و در واقع توضیحاتی که کسانی که این کتاب رو خونده بودن مطالعه میکردم. خب برمیخوردم به خیلی برداشت‌های مختلف. اینکه خب یه از شعر حافظ خب میشه یه برداشتای خیلی کلی کرد، هر کسی به نفع خودش، آدم مذهبی به نفع خودش، آدم در واقع آتئیست به نفع خودش، هر کسی یه برداشت خاصی از کتاب میکنه. این به نظرم باز هم این کتاب رو نزدیک میکنه به این که یه جورایی میگم یه فرزندان ناخلفی تولید میکنه
که مصادره به مطلوب میکنن مطالب کتاب رو. اینکه خب به هر حال ما میدونیم فلاسفه برخلاف پیامبران که در عام همه معتقدن که بار رنج بشر رو به دوش کشیدن، این فلاسفه بودن که از ابتدا اون در واقع هدایت جوامع و اون در واقع رنج واقعی رو توی جوامع داشتن، به عهده داشتن. اما خب به طور مثال یه مثال خیلی ساده کوچیک، این که مثلا توی کتاب نیچه میاد میگه که خطاب میکنه، میگه اون چیزی که با من کردی من میبخشم، ولی آنچه را که با خودت کردی چطور ببخشم؟ خب این یه جمله کلیه. هر کسی میتونه یه برداشت خاصی بکنه بر اساس اون تفکرات خودش، سن و سال خودش، مطالعات خودش. این یه مقدار من احساس میکنم که مخصوصا توی جامعه ما این یه حالت یه انحرافات برداشتی ایجاد میکنه. حالا آقای شریعتی خیلی خوب توضیح دادن، من خیلی مشتاقانه داشتم گوش میدادم و دوست دارم که در این زمینم ادامه گفتگوهاشون رو بشنوم. میشینم و میشنوم ادامه‌اش. آقای قراداغی، من اتفاقا نکات خیلی خوب و مسئله بسیار مهمی رو اشاره کردید. خیلی ممنونم و دوست دارم که شما هم تو بحث مشارکت کنید. من حقیقتا چون با نیچه خیلی انس داشتم و ادعا نمی‌کنم همه آثارش رو خوندم، من بیشتر از 4-5 جلد کتاب از نیچه نخوندم، ولی این 4-5 جلد رو کامل خوندم و نوشتم، یادداشت برداری، خلاصه نویسی کردم. آثار دیگرش رو در واقع از روی مقالات و اینها بهش نظر کردم که بتونم یک نگاه کلی بهش داشته باشم. عرض کنم خدمتتون با توجه به این مسئله، من فکر میکنم که سبک نوشتاری فیلسوف رو باید در نظر بگیریم. سبک نیچه آفوریسم یا گزینگویانه است، مثل هراکلیتوس که اینطور می نوشت، یا مثل پارمنیدس که اجباراً اینگونه شد در طول تاریخ. برخی از فلاسفه و هنرمندان و شاعران سبکشون این و مخاطب اصلا برای در واقع عوام نمی نوشتن، مثل ریاضیات محضی که برای در واقع دانشجویی که هنوز ضرب و تقسیم بلد نیست، برای اون انسان نیست. این کتاب در واقع خوانندگان خاص خودش رو داره. من هم بارها خدمت دوستان عرض کردم که من یه دوستی داشتم، یه دانشجویی بود در قم چند سال پیش، 5-6 سال پیش، به من میگفت که من نیچه رو خوندم، چرینگوف زرتشت رو دیوانه شدم. گفتم والا منم خوندم ولی دیوانه نشدم. این کتاب تو ایران چاپ میشه، دیوانه هم تولید نمیکنه. گفتم شما چی خوندین قبل از این از نیچه؟ من اصلا فلسفه رو نمیدونستم، فقط همین گرفتم. گفتم همین دیگه، شما با تعابیر استعاره‌ای وقتی آشنا میشید، نیچه به سبک فرمالیستای روسی داره آشنایی زدایی میکنه. اینجا مسئله مهمی وجود داره در هنر مدرن. هنر مدرن تکیهش و اساس ابتنایش بر آشنایی زدایی هست. هنر مدرن چند تا مؤلفه داره: ایگوسنتریسم، خودفرمانفرمایی، اومانیسم و در واقع رئالیسم، واقع گرایی و سورئالیسم. به عذر میخوام، رئالیسم و خود جریان راسیونالیسم. به اینها به شدت تاکید میکنه و همینطور جدایی در واقع دین و یه نکته‌ای که از همه مهمتره، این که قراردادها. زبان ما، همین زبان ما مشحون از نشانه و قرارداد است. ما زبان رو، واژگان رو به مثابه نشانه‌هایی به کار میبریم و بعد این نشانه‌ها رو با هم دیگه قرارداد می‌کنیم. مثلا من میخوام به این چیزی که در دستم هست به این بگم آب. تا هر موقع با شما عزیزان صحبت میکنم لازم نباشه اینو بردارم با خودم ببینم خانم بدی این منظورم آب. من و شما قرارداد میکنیم که به این بگیم آب. بنابراین زبان ما ناگزیر از قرارداد هست. ما میدونیم ما چیزهای زیادی راجع به زبان نمیدونیم در حوزه نادانستنی، اما تا جایی که میدونیم زبان ابتنایش بر واژگانه، واژگان ما همون نشانه ها هستن و این نشانه ها همون قراردادهای ما هستن.
این بحث در رابطه با نشان شناسی هست. اما شنیدار ما چه؟ احساسات ما چه؟ نیچه میگه هنر مدرن ادعاش اینه که این عادتهای شنیداری ماست، اینها هم عادات ما هستن، همونطور که هیوم در ضابطه ذوق ازش بحث میکرد. پس چه چیز میمونه؟ معنای واقعیت چی میشه؟ واقعیت دیگه اون معنای گذشته رو از دست میده. واقعیت یه معنا بیشتر نداشت، اونم زبان شناسی که ارسطو پیشنهاد کرده بود که ما مفاهیم رو از جهان خارج انتزاع میکنیم، من و شما و هر کسی دیگر میتونه این معانی رو به دست بیاره و به حقیقت برسه. اما در هنر مدرن این واقعیت کلی، این کل تکه تکه میشه. در کجا؟ مثال عرض میکنم. در کوبیسم. در کوبیسم به کوب برمیگرده، یعنی تکه تکه کردن. این کلیت تکه تکه میشه و تکه ها استقلال پیدا میکنن. تکه ها همان پرسپکتیو ها یا چشمانداز های ما هستند. هر کدوم از این تکه ها جهان های خودشون رو پیدا میکنن و ما اینجا پرسپکتیویسم رو داریم. هر کس از موضع خودش داره به این مسئله نظر میکنه. بنابراین کلیت دروغین از بین میره. اون در واقع اون چیزی که ما تحت عنوان جهان آشنا، به تعبیر شبستری که میگفت جهان چون چشم و خط و خال و ابروز که هر چیزی به جای خویش نیست، از بین میره، بلکه جهان بلبشویی میشه که ما حقیقتا معنای واقعیت رو هم نمیدونیم. نیچه به این معنا میخواد که در واقع آشنایی زدایی بکنه. یه نکته کوتاه دیگه هم بگم، نمیخوام بحث رو به انحراف بکشونم چون مرتبطه. میگم عوام مثلا فیلم های اکشن یا فیلم هایی رو دوست دارن. منظورم از عوام قصد جسارت یا ارزش داوری نیست، من دارم توصیف میکنم. اینها چون قدرت تصور و تفسیر ندارن، سعی میکنن فیلم هایی که آخرش مشخصه رو ببینن. مثلا فیلم هایی که در همین صدا سیما پخش میشه، ولی دیوید لینچ رو که نمیبینن، به خاطر اینکه اون جهان اینها رو به چالش میکشه و انسان از هیچ چیز بیشتر از به چالش کشیده شدن روتین زندگیش هراس و وحشت نداره. نیچه دقیقاً وقتی میگه با پوتک میفلسفم، داره جهان آشنای ما رو به چالش میکشه و اون رو به مبارزه میطلبه. اصلا شعر یعنی همین. شعر یعنی به مبارزه طلبیدن زبان روزمره. چرا؟ چون زبان روزمره در دست کوچه و بازار به ابتذال کشیده میشه. زبان صرفاً یک وسیله میشه، غیر از اون هیچ کارکردی نداره. اما در ساحت شعر زبان به مبارزه، کلمه مبارز میطلبه، به مبارزه کشیده میشه و از اون حالت ابتذال و روزمرگی خارج میشه و در برابر ما افقها و بصیرت‌های بنیادینی باز میکنه، در حدی که مثلا متفکری مثل ویتگنشتاین میگه واژگان ما زبان ما رو تشکیل میدن، زبان ما تفکر ما رو و تفکر ما مرزهای هستی ما، یا هایدگر میگه که زبان خانه وجود است. حالا به این نکته دقت بفرمایید. نیچه در این سیاق با توجه به این سبک داره صحبت میکنه. این مسئله تفسیر، تکثر قرائات رو ما فقط نسبت به متون ادبی فلسفی نداریم، ما نسبت به متون مقدس هم همین تفسیر رو داریم. حتی در قرآن ما آیه‌ای داریم که میگه یضل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا. بسیاری این قرآن رو میخونن هدایت میشن، بسیاری میخونن و گمراه میشن. چرا؟ به خاطر اینکه هر کس از موضع و منظر خودش به قرآن نظر میکنه، به خاطر اینکه روی کرده اینها پدیدار شناسانه نیست، به خاطر اینکه پیش‌فرض هاشون هست که داره با متن وارد دیالوگ میشه و متن رو نمیذاره به منصه ظهور برسه، چکمش رو، این پاش رو میذاره رو گلوی این متن و اون رو خفه میکنه. من فکر میکنم یک فیلسوف رو ما نباید بر اساس برداشت‌های بد یا اون در واقع وارث ناخلفی که ازش بعدها به وجود میاد بررسی کنیم. فکر میکنم باید فیلسوف رو بر اساس افقهای معرفتی و بصیرت‌های بنیادینی که برای ما ایجاد میکنه بررسی کنیم، ولی میتونیم در واقع از همین حوزه نقدهای بنیادینی به نیچه مطرح کنیم که حالا من نمیدونم وقت بشه یا نه، ولی نقدهای هایدگر فکر میکنم بسیار جدی هست. آقای شایعتی، شما یه بخشی توی
همین کتاب چنین گفت زرتشت یه بخشی داریم به نام رحیمان، درسته؟ کسانی که بله بله. مهربانی میکنن، لطف میکنن. یه جمله هم نیچه اینجا گفته که لعنت بر این رحم. کمک کردن نوعی تجاوز به روح میدونسته. چرا؟ والا من راجع به این آیه قره باقی شما صحبتی ندارین در این زمینه، خواهش کنم شما هم صحبت بفرمایید تا من حداقل شرمنده دوستان نشم. نه خواهش میکنم شما بفرمایید. حالا این سوال رو من بیشتر دوست داشتم به بحث قبلیتون بپردازم در رابطه با کلمات که بسیار زیبا بود، خیلی عالی و جالب بود. اینکه کلمات و معانی کلمات بسیار بسیار مهمه. همین اسامی و اون انتخاب اسامی که شما ذکر کردین، ببینید رمان متأسفانه بعضی کتاب‌ها اسم رمان گرفتن و اون نگاه داستانی بهشون میشه، مثل همین کتاب یا مثل کتاب 100 سال تنهایی. شما وقتی میخونی ابتدای کتاب خیلی جالب، شخصیت‌ها کلمات رو فراموش میکنن. این فراموش کردن کلمات در واقع اون ابتذال جامعه است. اینکه وقتی کلمات فراموششون میشه و اون مصیبت هایی که بعدش به بار میاد، اینکه اطرافشون همه چیز غریبه است، همه چیز براشون غیر قابل استفاده است تا زمانی که بتونن اسمش رو پیدا کنن و اینا مجبور میشن بیان روی کلمات، روی وسایل بنویسن اسمشون رو که بتونن دوباره از این ابزارها استفاده کنن. این در واقع یک تمثیله، همون چیزی که شما مطرح کردین. خیلی نباید به فقط خود کلمه نگاه کرد. ما همیشه تو بحثایی که توی گروه هم داریم میگیم شما هر کلمه‌ای که داری استفاده میکنی باید به معنای اون کلمه بیشتر دقت کنی تا اینکه بخوای صرفاً فقط مصرف کننده کلمات باشی. بعضی جاها یک کلمه‌ای میتونه تا زندگی آدم رو تغییر بده. یه معنای برداشت اشتباه یک کلمه خیلی میتونه تأثیر. حالا حرف قبلی من هم بیشتر رو همین حساب بود که اینکه ما به متن چیزی که یک فیلسوف مینویسه بیشتر باید از جنبه خود همون بحث فلسفیش نگاه کنیم تا اینکه بخوایم برداشت شخصی داشته باشیم و اینکه اون در واقع مصادره به اون مطلوب عقیده خودمون داشته باشیم. بله بفرمایید، در خدمتتون هستم. نه خواهش میکنم خانم بدی، شما نکته‌ای ندارید؟ من میخوام متن رو بخونم. خواهش میکنم بفرمایید. من فکر میکنم متن از همه واضح تره، از هر شرحی واضح تره. ولی حالا در اثنای این متن من این نکاتی رو عرض خواهم. درباره راهمان صفحه 100 و 101. دوستان من، مرد دانا چنین میگوید شرمساری شرمساری شرمساری، این است تاریخ بشر. اینجا در همون نکته‌ای بود که ابتدای بحثمون خدمتتون عرض کردم. به راستی بهر دردمندان چه ها که نکردم، اما از آن زمان که آموختم خود را شادتر کنم، این کار را همیشه به از آن کار یافتم. یعنی ابتدا شاد کردن خودم و سپس مدد رساندن به دیگری. و حالا اینجا می‌بینیم که نیچه این مسئله رو چطور تبیین میکنه. شادی رو در سیاق رقص مطرح میکنه، برخلاف اون چیزی که میگه نیچه زن ستیزه. جلوتر میگه وقتی به دخترکانی میرسه که دارن میرقصن، اونا میترسن ازش، از رقص دست میکشن و نیچه میره اونجا، ببخشید زرتشت میره و میگه که دخترکان من از رقص باز نایستید، من جان سنگین نیستم که از من بترسید، از من نترسید، برقصید. رقص رو نشانه سبکبالی میدونه. کسانی که جانشون سنگینه، اصلا میبینید خیلی نکته جالبه، در طول این تاریخ بشر همواره مرد سالاری حاکم بوده، فرقی هم بین شرق و غرب نداره و حقیقت خوی و خصلت مردانگی پیدا میکنه و حتی منطق ما وقتی از منطق صحبت میکنیم، ببینید منطق وقتی اینو ادا میکنیم توش یک صلابت خاصی انگار وجود داره. وقتی از منطق سخن به میان میاریم انگار که با کسی مواجه هستیم که سفت و سخت و محکمه.
حقیقت هم در طول تاریخ دقیقا این ویژگی رو پیدا میکنه. حقیقت ویژگی‌های مردانه پیدا میکنه، هرگز نمیشکنه، هرگز فرو نمیریزه، هرگز اجازه نقد داده نمیشه. و همین جهت است که نیچه در ابتدای کتاب فراسوی نیک و بد میگه که و اگر حقیقت زن باشد چه؟ اونجا شما میخواید چه؟ خواهید که سوالتون بریزید شما فلاسفه دوگم و مطلق گرا. و اگر حقیقت، نیچه از زن در این کتاب به مثابه حقیقت صحبت، در چنین گفت زرتشت از زن به مثابه زندگی صحبت کنه. تلقی های متفاوتی داره. و در ابتدای چنین گفت زرتشت میگه من تنها به خدای ایمان دارم که رقص بداند. نیچه ای که مرگ خدا را اعلام کرده بود، پس معلومه که مرگ خدا در واقع بیان تمثیلی و استعاره‌ای و کنایه‌ای هست. این دوستان میان میگن بله خدا نمرد، نیچه مرد. خب باریکلا کشف بزرگی کردی. این ادیب فیلسوفه. عرض کنم خدمتتون این در رابطه با شادی. و نیچه در ادامه تاکید میکنه انسانی که خودش رو کمتر شاد کرده در واقع انسانی است که غرایز خودش رو سرکوب کرد. من همیشه میگم افرادی که در طول تاریخ مسیحیت حجاب سفت و سختی داشتن و در واقع مدام به دیگران در رابطه با این مسئله سخت میگرفتن و اونها رو سرزنش میکردن و اونها رو فاحشه مینامیدن، اینا اگر خاطراتشون رو هم شما مرور کنید میبینید افرادی هستن که با تمام وجودشون آرزو داشتن که یک روز ولو شده 1 ساعت مثل اون دختری بگردن که روسری سرش نیست. حسرت بزرگی بوده براش. خیلی عجیبه این داستان. افرادی که زندگی خودشون وقف کلیسا کرده بودن ولی در حسرت این بودن که یک روز آزادی اون دختری رو داشته باشن که اینها اون رو دارن فاحشه مینامن. این عقده ها و سرکوب کردن غرایز بالاخره خودشون نشون میده. همونطوری که استرس اضطراب ممکنه علائم جسمی داشته باشه، این سرکوب ها هم علائم داره. این سرکوب ها در واقع حالا ممکنه توپخ‌های زبانی داشته باشه یا در واقع مسائل دیگری از این قبیل. به همین جهت است که شما میبینید در طول تاریخ اینها خیلی سفتن، خیلی زمختن. به همین جهت میشه میگه جان سنگین. اینا حقیقتا دوست دارن مثل ما باشن، مثل ما آزاد باشن، رها باشن، اما نمیتونن. و چون نمیتونن و چون این قصه و حسرت و درد رو با جانشون در واقع هر روز و هر آن میچشن، وقتی به من شما میرسن، وقتی به اون انسان آزاد میرسن، با شدت و حدت بیشتری در واقع او رو سرکوب میکنن. مسئله مهمیه. و همین جهت نیچه میگه من شاد کردن خودم رو در وهله اول قرار. از همین جاست که مسئله خودخواهی رو پیش میکشه. خودخواهی رو بد نمیدونه. به خاطر اینکه انسانی که خودخواهی نداره، قبلا گفتم حالا تکرار نمیکنم دوستان قدیمی که با من همراه هستن، انسانی که خودخواهی نداره حاضر هر کاری بکنه. میدونه که قرار رو سانسور کنن ولی باز به صدا و سیما میره. میدونه که آثاری که قرار از او چاپ بشه قراره که آثارش نابود بشه ولی باز این کار رو میکنه. میدونه که اگر بخواد این پست و مقام رو بگیره باید چاپلوسی کنه، باید تملق بگه، ولی باز این کار رو میکنه. این آدم خودخواهی نداره. این اگر خودخواهی داشت به تعبیرهای دیگر سقوط نمیکرد در ابتذال روزمرگی. این سقوط کرده. به همین جهت نیچه میگه ما این تعبیر اگزیستانسیالیست ها هم هست، اگزیستنس اوتنتیک. حالا هر کدوم تحت عنوان خاصی های دیگر از در واقع اصطلاح دازاین به داسمن استفاده. این مسئله مهمیه. من خودخواهی دارم و به همین جهت در هر جلسه شرکت نمی‌کنم، در هر مهمانی دعوتی رو نمیپذیرم یا هر کسی رو دعوت نمی‌کنم. آیا این نشانه اینه که من غرور دارم؟ بله. بله نشانه اینه که من غرور دارم. مگه غرور بده؟ نیچه میگه چرا شما دست کردید به این احساسات و عواطف کاملا طبیعی انسان و دست از سر کچل او بر نمیدارید؟ خشم، غرور، معصیت، همه اینها ویژگی های طبیعی و ذاتی ماست.
ما انسان ها دچار خشم میشیم، ما انسان ها شهوت داریم، ما انسان ها دچار غم میشیم، ما انسان ها دچار معصیت هم میشیم. به همین جهت عذاب وجدان رو بیهوده میدونه. شما نباید عذاب وجدان داشته باشید. این عذاب وجدان از سنت احساس گناه مسیحیت میاد، میخواد که جان شما رو فسرده کنه. این انسان سنگ نیست. قبلا گفتم این توتولوژی انسان است در رابطه با انسان حقیقتا باطله. ما میتونیم بگیم سنگ است، اما نمیتونیم بگیم انسان است، به خاطر اینکه انسان همواره در موقعیت قرار میگیره، گاه در موقعیت غم، پدرش میمیره بهش زنگ میزنن آقا پدرت مرده، نمیتونه دیگه به 5 دقیقه دیگه من ناراحت میشم، همین الان دچار غم میشه و با توجه به این موقعیت هست که جهان رو تفسیر میکنه. به همین جهت ما انسانیم. بله من خشمگین میشم، من عصبانی میشم، گاهی ممکنه داد بزنم. خب حالا قراره به خاطر این مسئله شما منو سرزنش کنید؟ بله ممکنه من در یک جمع سوتی هم بدم. آیا قراره که من به نگاه پست و پلید افرادی ارزش اهمیت بدم که به یک سردرد عادی خودشون بیشتر ارزش قائلن تا به مرگ و زندگی من؟ نیچه میگه نه، من این رو نمیپذیرم. دو خط دیگر رو با هم بخونیم و بگذاریم. میگه انسان از آغاز وجود خود را بسی کم شاد کرده است. برادران گناه نخستین همین است و بس. گناه نخستین اون چیزی نیست که در مسیحیت ادعا میشه. هرچه بیشتر خود را شاد کنیم آزردن دیگران و در اندیشه آزار بودن را بیشتر از یاد میبریم. بزرگترین رسالت اخلاقی ما، بزرگترین فرد اخلاق مدار در این جهان کسی نیست که به دیگران کمک بکنه، بلکه کسی که به دیگران آزار می‌رسونه. این نکته اوله. دیگری شرط حیات ماست و ما نباید به دیگری آزار برسونیم. البته آزار در واقع یک وقت هست که من دارم راه خودم رو میرم، مثلا یک نفر بیاد زیر در واقع ماشین من خودش رو پرت میکنه، اینجا این اسمش آزار نیست. آزار غیر اخلاقیه، آزار عمدی هست، میشه داره ازش تحت این عنوان نام میبره. به همین جهت میگه که از این رو چون دستم دردمندی را یاری کند میشویمش و با این کار روانم را نیز میشویم. هرگاه که دردمندی را هنگام درد کشیدن دیدم از شرمش شرمسار شدم، زیرا به یاری برخاستنم غرورش را پایمال کرده است. مثالی که زدم در رابطه با بچه‌های سیستان بود. افراد سرمایه‌داری که در واقع احساس توتی بودن میکنن و بعد با خودشون میشنن میگن حالا 4 تا ساندویچ و کفش برای اینا گرون قیمت میگیریم، بعد در احساس پهلوان بودن بهمون دست میده، در صورتی که اون انسان، اون بچه کفش تمام زندگیش رو نابود خواهد کرد، چرا که به شلوارش به لباسش نمیخوره، چرا که هزاران هزار نفر بچه هستن که اون رو میبینن و حسرت میخورن، و چرا که اون انسان رو از اون زندگی عادی و روتین خودش خارج میکنه. میشه میگه ما نباید انسان‌ها رو شرمگین کنیم. اگر قراره با مسئله فقر مواجه بشید باید به ریشه ها برید و ساختارها رو اصلاح. دقیقاً درسته. خیلی ممنون، متشکرم از توضیح شما. شما یک غرور خیلی خوبی هم دارید به دلیل اینکه با توجه به اینکه چند تا کتاب نوشتید ولی اونها رو در این سیستم نمیخواید که چاپش بکنید به دلیل اینکه به دلیل اینکه سانسور میشه. بله. و این اون غرور خوب است که توضیح دادید. بله. ممنون. هم به خاطر سانسوره، هم به خاطر اینکه من قبلا گفتم من میترسم. ترس هم یکی از حالات طبیعی انسانه. هیچ کس نمیتونه به خاطر ترسیدن من در یک امر من رو متهم به بزدلی بکنه. اگر هم بکنه خب ذهن اوه، من به ذهن اون کاری ندارم. البته هر دوتاش از خود دوستی و خودپرستی میاد دیگه، اینکه آدم خودش رو دوست داره، اون ترس هم جزوی از اون دوست داشتن خوده دیگه. حتی عشق هم از روی خود دوست داشتن. کسی که خود پایی نداره عاشق نمیشه. البته یه تناقض این وسط پیش میاد که خب به هر حال اون کسی که به هر حال در واقع آفت جامعه است، اونم وقتی به اون خودپرستی و خود دوستی خیلی حجم بالایی میرسه تمام تلاشش رو میکنه برای نابودی جامعه. اون قسمت ماجرا رو هم باید ببینیم.
عرض کردم دو نوع خودخواهی داریم، یه خودخواهی که به اصالت ختم میشه، یه نوع خودخواهی که به ابتذال ختم. بله. خب ممنونم. آقای قیادقی چقدر وقت داریم؟ ما اگر بخوایم 1 ساعته باشیم 4 دقیقه دیگه وقت داریم. ای وای ببخشید من طولانی کردم. خواهش می‌کنم، خیلی استفاده کردیم از صحبتاتون. به هر حال بحث‌های فلسفی همیشه لذت بخشه و در این حال خب به هر حال طولانی هم هست. حالا اگر لطف کنید و افتخار بدید برنامه‌های دیگه‌ای هم میتونیم با هم داشته باشیم. کتابای فلسفی تو مجموعه ما زیاد داشتیم، حالا خودتون که به هر حال کتابایی دارید حتما در مورد خود کتابای شما هم برنامه میذاریم و صحبت میکنیم و کلاسایی هم دارید، میدونم که برگزار میکنید. کلاسای فلسفی بسیار ارزشمنده. من متاسفانه تو ایران نیستم وگرنه حتما شرکت میکردم توشون و استفاده میکردم از صحبتاتون. البته هیچ ربطی به این نداره که ایران باشید یا نباشید. شما اگر هر زمان اراده کردین من فایل های ویدیویی و تصویری و کتاب ها رو به صورت PDF در اختیارتون قرار میدم. واه واه خیلی هم عالی. این پس شد نور علی نور. قربون شما. بفرمایید خانم بعدی. چون چند تا سوال دیگر داشتم ولی حالا می‌ذاریم برای جلسات بعد. خانم بعدی می‌خواید شما با آقای قره‌باقی ادامه بدید، من شارژر گوشیمو بیارم چون من خاطرم نبود شارژ کنم. من سریع میام. خب این مقدار کامنت‌ها رو بخونید. گفتین که بدید آوای بوف بدون سانسور نشر بدم. بله اتفاقا در برنامه ما هستش که کتاب‌های آقای شریعتی رو در مجموعه آوای بوف منتشر کنیم. خیلی ممنون از کامنت‌های شما. سوالی اگر هست در میون صحبت‌های این که شما کامنت‌ها رو نگاه می‌کنید پیرو صحبت‌های شریعتی، من دوست داشتم که کتاب قربانی دیگرانی مجلاد خویش رو هم یه مقدار توضیحات بدم که بی ربط با این صحبت‌های آخر آقای شریعتی نیست. اینکه به هر حال ما همیشه در خیلی از موارد و حتی در عشق و حتی در دوست داشتن در بسیاری از موارد دچار همین به دست خود قربانی شدن میشیم. اینکه گاهی اوقات ما مسیر رو طوری میریم که به خودمون بیشتر ضربه میزنیم تا به اون کسی که در واقع دوستش داریم یا رابطه عاطفی داریم. حالا فرقی نمیکنه چه مادر باشه، پدر باشه و یا یک شریک زندگی باشه. این کتاب رو من پیشنهاد میکنم، توی مجموعه آوای بوف هستش، هم به صورت PDF و هم به صورت صوتی. دوستانی که علاقه دارن به این موضوع رو پیگیری بکنن قطعه خیلی خوبی هست. ضمن اینکه در واقع مثالهای خیلی خوبی از اسطوره‌های یونان و قدیم آورده، اینها رو تشریح کرده. خب به هر حال میدونید اسطوره‌ها نقش مهمی تو تربیت جوامع داشتن. اون بعضی از موضوعات رو خواسته یا ناخواسته تو جامعه به صورت اسطوره، حالا متاسفانه از یه بعدی تبدیل شد این اسطوره‌ها به ادیان و کمی مخرب شدن، ولی از طرف دیگه خب به هر حال این آموزه‌های اجتماعی همونجوری که تو کارگاه کتابخوانی ما کتاب جادوی واقعیت رو پی میگیریم، ابتداش همش از اون افسانه ها و اون میتولوژی های قدیم اول میاره، بعد کم کم میاد به علم میرسه. به هر حال تمام چیزی که الان ما داریم اون مقدمش و گذشتش این اسطوره ها و مقدمات بودن و تو این کتاب هم به خوبی استفاده کرده از این نمادها و رسیده به این که چطور آدم میتونه یه جورایی قربانی دیگران باشه و در عین حال جلاد خودش باشه و خودش به دست خودش رو آزار بده و نابود بکنه. این کتاب خیلی خوبی است که پیشنهاد میکنم در این زمینه دوستانی که علاقه‌مند هستن مطالعه کنن. زیر کپشن این پست بنویسید برای کسانی که میخوان کتاب تهیه بفرمایند. متاسفانه من کامنتام بالا نمیاد که بتونم بنویسمش، ولی کپشن این
کلیپیه که قراره سیو بشه. آره حالا کلیپ رو سیو کردیم، حتما می نویسم اسم کتاب رو. چند تا کتاب، تمام کتابایی که توی برنامه ها اعلام میشه من همیشه سعی میکنم که حالا از این به بعد بیشتر کتاب معرفی کنیم و در این حال اونها رو توی توضیحات تمام برنامه‌ای که میذاریم هم بذاریم که دوستان استفاده کنن. البته خوشحالتر میشیم که سر بزنن به کانال و سایت و خب اونجا کتاب‌های خیلی زیادی هست، مخصوصا توی سایت که یه قسمتی رو ما تدارک دیدیم، یه قسمتی هست که کتاب‌هایی که در واقع جزو کتاب‌های برتر حساب میشن اونجا معرفی شدن. میتونن دوستان در زمینه‌های مختلف، کتاب‌های مختلف معرفی شده، میتونن اونجا استفاده کنن با یه جستجوی ساده، هم به صورت PDF هم صوتی استفاده کنن. این فکر می‌کنم راه راحت‌تری هست، قابل دسترس‌تری هست که بتونن استفاده کنن از کتابا. بله. خب دوستان، تو آقای شریعتی میان کتاب چنین گفت زرتوش رو اگر نخوندید و دوست دارید که بخونید، از مجموعه آوای بوف به صورت PDF و صوتی خیلی وقت پیش منتشر شده، موجوده. ترجمه این کتاب رو آقای داریوش آشوری انجام دادن و پیشتر خانم فاطمه اتراکی این کتاب رو به صورت صوتی اجرا کردن. اگر مایل باشید، دوست داشته باشید، میتونید کتاب رو تهیه کنید و مطالعه کنید. خب آقای شریعتی، در آخر پیرو متنی که در صفحتون گذاشتیم میخوام یه توضیح هم راجع به این بدید و دیگه بعد برنامه رو جمع‌بندی میکنیم. فلسفه یعنی عصیان علیه امر و نهی‌های پوچ و پوسیده، یعنی آزردن حماقت و بیشعوری، یعنی شهامت اندیشیدن. میخوام که راجع به این متنی که شما در صفحتون گذاشته توضیح کوتاهی اگر بدید ممنون میشم. خواهش میکنم. من چند کتابم آوردم که حیفم اومد دوستان هستن من این کتاب رو معرفی نکنم، ولی قبلش چشم عرض میکنم. ببینید ارسطو در متافیزیک در بخش گاما طبق چاپ قدیم صفحه 90 تا 93 میگه که فیلسوف فضول است و کار فیلسوف بوالفضولی است. برخلاف تئولوژی، برخلاف میتولوژی، برخلاف عرفان، برخلاف ایدئولوژی که انسان اونجا یک مرجعی داره که بالاتر از اون مرجع نمیتونه. فهم انسان در تاریخ ادیان، عذرخواهی میکنم، تاریخ ادیان منظورم ادیان تاریخی هست و نه آیدوس ادیان. حالا اینجا عزیزانی که تشریف دارن و یادداشت میکنن یه موقع نگران نشن، من آیدوس ادیان رو نمیگم. بی تعارف صحبت کنیم. ادیان تاریخی رو عرض میکنم. اینجا در واقع اینها مرجعیتی داشتن و فهم ما انسانها رو نورمالایز میکردن. یعنی در همین مسیحیت گفته میشد که شما بله انجیل رو بخونید، برید بخونید. خب تا کجا بخونیم؟ تا جایی که موافق با فهم اصول در واقع مثلا شورای لاتران باشه، با مساوی رأی آخوندهای مسیحی باشه. اگر متفاوت بود چه؟ اگر متفاوت بود و حتی اگر مسیحی بودی مثل دکارت میگفت من با ماسک حرکت میکنم. جردانو برونو میگفت من نمیگم خدا نیست، من نمیگم مسیح نیست، میگم خدا هست و توی پاپ نماینده قلابی مسیح هستی و بلکه ضد مسیحی. میدانم که نامه‌ای که به تو مینویسم جانم را خواهد گرفت، اما نمیتوانم این سخن را نگویم. بعضی وقتا انسان واقعا خفه میشه، حاضر بمیره ولی حرفش رو. بنابراین ما اینجا با فهمی روبرو هستیم که فرم داره، نرم داره. تفکر دکارتی کانتی نیست، این تفکر سکولاره. تفکر گورگیاس و پارمنیدس و آناکسیمندرس و چندونم هراکلیتوس نیست. چرا؟ چون اونها برای نخستین بار در تاریخ بشر در رابطه با خائوس، در رابطه با
ذات هستی در رابطه با معنای هستی، حقیقت هستی، چیستی هستی فکر کردن بدون اینکه خدایان رو دخالت. هایدگر در درآمد به متافیزیک همین مسئله رو میگه پرسش هستی چیست برای کسی که ایمان دارد اصلا مطرح نیست. چرا؟ چون شما وقتی این پرسش رو پیش میکشید او میگه این سوال احمقانه است. چرا؟ چون از قبل ایمان آورده که خدایان این رو خلق کردن دیگه، پس دیگه چه نیازی است؟ پس این سوال احمقانه است. و هایدگر نتیجه میگیره، میگه که و فلسفه عبارت است از چنین حماقت. فلسفه ذاتاً الهادی است. من اینو قبلا هم عرض کردم. به همین دلیل، به دلیل اینکه نه اینکه هر کس فلسفه بخونه ملحد بشه. اصلا اکثر فلاسفه تاریخ غرب ملحد نبودن، بلکه بدین منظور هست مثلا کسی مثل ابن سینا وقتی در برابر حجیت معرفت شناختی، حجیت عقل و وحی قرار میگیره، گاهی عقل رو بر وحی در مقام فیلسوف ترجیح، چون اگر در مقام فیلسوف ترجیح نده دیگه فیلسوف نیست، متکلمه، آخونده. ولی اون میخواد فیلسوف باشه، مثلا در رابطه با علم خداوند بر جزئیات که این کارش میکنه، یا در رابطه با مواد جسمانی رو که دردسرها هم میشه. اما پیش از سقراطیان برای نخستین بار تفکری رو به وجود آوردن که منقطع از آسمان و از هر گونه مرجعی، یعنی تفکری آزاد و بدون اتوریته. تاریخ غرب رو همین آزادی هست که میسازه، نه اون چیزی که مثلا برخی ها گمان میکنن راسیونالیسم. این در رابطه با امر و نهی های پوچ و پوسیده است که مراد من تئولوژیه و نه آیدوس. چرا که ما دو نوع باید و نباید داریم. یک نوع باید و نباید امر و نهی داریم، یه نفر بلدور دیگه شما به دستش گرفته میگه باید بکنید نکنید میذارم. یه زمانی هم هست که ما باید و نباید استخراجی داریم. من توی اتوبان میرم، اگر سرعتم بالای 100 تا باشه میمیرم، خب من نباید بالای 100 تا برم. این دیگه امر و نهی است. عبارت دوم در رابطه با شهامت آزردن حماقت از ژیل دولوز هست، به خاطر اینکه فلسفه در واقع تفکری است که میبایست به جان آزموده بشه. کسی که اهل اندیشه است، اهل فکره، همواره در خطره. به همین جهت است که فلاسفه میبینید که در طول تاریخ هر زمان استبداد اوج میگیره، اینا زبانشون قامزتر، پیچیده‌تر و مبهمتر میشه. چون اگر به حال خیلی صریح صحبت کنن هزینه باید بدن. اینجا مسئله در واقع حماقت و بیشعوری اشاره به همونطور که راسل میگه حماقت نیاز به آموزش دارد، اشاره به سیستم دارد. اون سیستم های احمق پرور، پخم پرور، پخم جذب کن و نابغه دفع کن. فلسفه چون سینه فضائل زمانه رو میشکافه، به همین جهت نه به سیاست خدمت میکنه به تعبیر درست، نه به دولت خدمت میکنه، نه به دین، نه به عرفان، به هیچ. تاریخ ما 3 تا دیسکورس داشته: عرفان، دین، فلسفه. دین معمولا غالب بوده، عرفان هم یه جاهایی، ولی فلسفه هیچ وقت غالب نبود. این نکته دوم. نکته سوم در رابطه با شهامت اندیشیدن هست. این یعنی خروج از ولایت دیگری، همون چیزی که کانت در رساله روشنگری چیست میگه. یا آخوند مسیحی مقاله می‌نویسه در پاسخ به روشنگری، میگه اسم لاابالیگری رو گذاشتن روشنگری، ولی کانت مسئله رو به حاشیه نمیبره. میگه مسئله‌ای که مطرح میکنم اینه که ما باید از ذیل ولایت دیگری بزرگ در بیاییم. یعنی چی؟ یعنی مسئولیت اندیشمون رو به عهده مرجع‌ها، چه دینی، چه غیر دینی، چه سیاسی نگذاریم. خودمون میگه شهامت اندیشیدن داشته باش. این است روشنگری. نقد عقل محضش هم در سیاق همین شعار هست. چرا؟ چون اونجا هم سوژه رو از ذیل ولایت ابژه در میاره و جای سوژه و ابژه رو عوض میکنه و اسم این رو میذاره انقلاب کوپرنیکی. ممنون، متشکرم. منتظر معرفی کتاب‌هایی که آموزین هستیم. خواهش می‌کنم. ببین دوستان اگر خواستن نیچه بخونن، من پیشنهاد میکنم که ببینید من چند تا کتاب معرفی می‌کنم. راتلج، تاریخ فلسفه راتلج،
و کلا هر تاریخ فلسفه که راجع به نیچه نوشته خوبه. به خوبه یعنی اینکه کافی نیست، ولی خوبه که بخونید. کاپلستون هم یکی از اونهاست. شما از فیشته تا نیچه رو میتونید اینجا بخونید. نقد فیشته به کانت خیلی مهمه. عزیزانی که علاقه دارن به تاریخ فلسفه حتما این رو در نظر داشته باشید. این با ترجمه آقای آشوری هست. بعد کتاب دیگه که میخواستم معرفی کنم کتابی هست از محمد ضیمران تحت عنوان ژاک دریدا، متافیزیک حضور. متافیزیک حضور، دریدا، ببخشید، تألیف آقای محمد ضیمران. اینجا یه بخشی داره در رابطه با نیچه که از زن به مثابه 3 چیز در تلقی و اندیشه نیچه داره صحبت میکنه. اگر عزیزان دغدغه این رو دارن که متافیزیک حضور در اندیشه نیچه و همینطور مسئله زن نزد نیچه رو بخونن، صفحه 213 این کتاب رو بتونن بهش رجوع کنن، مستقیم رجوع کنن دیگه، از هر گونه اضافه گویی و حاشیه‌ای که در این زمینه هست، مقالات و نواقص دنبوریدی هست، خلاص میشن. اما 2 کتاب به شدت مهم دیگه، کتاب نیچه و فلسفه هست از فیلسوف معاصر ژیل دولوز، ترجمه آقای مشایخی، عادل مشایخی. این کتاب فوق‌العاده است. اگر بتونید با متن ترجمه اونس بگیرید بی‌نظیره. من این کتاب رو 2 بار خوندم و نوشتم، خیلی مباحث لذت بخش داره. کتاب دیگه که حجمش هم زیاده، اینجا دولوز سعی میکرد برای در واقع فرانسوی ها نیچه رو از اون حالت فاشیستی در بیاره، اون توهمات. انگلیسی ها هم این کارو کردن، زمان برده تا نیچه شناخته بشه. این کتاب هم از والتر کافمن هست. این کتاب نیچه، روانشناس، فیلسوف، روانشناس و دجال، و ترجمه آقای فریدالدین رادمهر هست. از زندگی نامه نیچه گرفته تا در واقع مرگ خدا رو بررسی کرده، اراده معطوف به قدرت رو بررسی کرده، تلقی نیچه یا نقد نیچه از مسیحیت، از ارسطو، از سقراط رو بررسی کرده، نژاد برتر این چه چیزیه، آیا واقعا نیچه نژاد پرست بوده، ابر انسان به رجعت ابدی معنیش چیه، اینا رو بررسی کرده. یه کتاب دیگه هم نقدهای هایدگر به نیچه هست که این تألیف آقای بابک احمدیه، در مجموعه هایدگر و تاریخ هست. اینجا در واقع همون در مباحث نخستینش آقای بابک احمدی در عنوان 3 متافیزیک میاد از نقدهایی که نیچه به هایدگر داشته، مثلا رو آخرین متافیزیسین میدونسته، میتونن عزیزان این رو مطالعه کنن یا به همون 2-3 جلد کتابی که خود هایدگر در رابطه با نیچه ابتدا درس گفتار بوده بعد کتابش کرده رجوع کنن. زبان هایدگر شاید یکم سخت باشه، من پیشنهاد میکنم اول آقای احمدی رو مطالعه کنن و بعد در واقع خود نقدهای هایدگر رو. یه کتاب هم میمونه در حوزه روانکاوی، عزیزانی که به لاکان علاقه دارن، حالا شاید به ژیژک، ژیژک حالا فرد خاصی نیست ولی شاید علاقه داشته باشه. این کتاب زوپانچیچ هست که آقای صالح نجفی و عباس بیگی این رو ترجمه کردن، کوتاه‌ترین سایت. خیلی مباحث بی نهایت جذابی داره. اگر دوستان بتونن این کتاب رو هم مطالعه کنن خیلی عالی میشه. ممنون، خسته نباشید آقای شریعتی، خیلی خوب توضیح دادید. امیدوارم در جلسات آینده باز هم حضور شما رو اینجا داشته باشیم در این برنامه، استفاده میکنم. شما زنده باشید. باعث افتخار در خدمت آقای قره‌باقی بودن. البته من عذرخواهی میکنم، من با آقای قره‌باقی قبل از این ملاقاتی نداشتم ولی با شما ارتباط داشتیم و حتما شما با آقای قره‌باقی در ارتباط بودین و میدونم که ایشون در حق ما، در حق آکادمی فلسفه بی نهایت لطف داشتن و میخواستم همون ابتدای برنامه هم تشکر کنم. گفتم حالا وقت عزیزان رو نگیرم، من واقعا قدردان محبت شما عزیزان هستم. امیدوارم که حالا بتونیم از این به بعد همکاری خوبی هم داشته باشیم.
ولی امیدوارم خواهش میکنم، باعث افتخاره. ما منتظر کتاب‌های شما هستیم. آقای قره‌داغی لطف میکنن که کتاب‌هایی که سانسور میشه یا ممنوعه هستش رو میاد و منتشر میکنن و این برای ماست که کتاب‌های شما رو در آوای بوف بخونیم، بشنویم. ممنونم. خیلی ممنونم. خیلی خبر خوبی بود برای من، شاید بهترین خبر. خوشحالم. خواهش میکنم. این جزء وظیفه ماست به هر حال، کاری که از دستمون بر میاد برای جامعه کتاب، در واقع سانسور کتاب در ایران و عبور از این ممنوعیت ها بتونیم کاری از دستمون بر بیاد، حتما انجام میدیم. حالا یه قسمت اعظمش مربوط میشه به همون خودپرستی ما، ولی قسمت دیگریش هم در احساس وظیفه‌ای هست که نسبت به جامعه، متاسفانه جامعه کم کتابخوان خودمون داریم و اینکه این سانسورها، این ممنوعیت‌ها مزید بر علت شده که بیشتر جامعه ما از کتاب و کتابخوانی دور بمونه. برای این وظیفه خودمون میدونیم، از اساتید و عزیزانی مثل شما برای کاری که از دستمون بر بیاد در حد جان و توان حمایت کنیم. سلامت باشید. این نشانه دردمندی روح‌های بزرگ هست. من اصلا نمیخوام تعارف که پاره کنم، این واقعیتیه. انسان‌های دردمند همیشه در واقع به جای احساس گناه یک نوع رسالتی بر شانه‌های خودشون احساس می‌کنن. به زعم من این نشانه دردمندیه و روح‌های بزرگ دردهای بزرگ رو همواره مسئولیتش رو میپذیرن و به شانه میکشن، برخلاف انسان‌های ضعیفی که درگیر کلاً هر روزینگی هست. بسیار عالی، ممنونم. آقای شریعتی، فقط یه نکته خیلی کوتاهی می‌خواستم، حالا برای مقدمه باشه برای برنامه بعدی. شما یه اشاره کردید به 3 مسئله دین و فلسفه و اینا. دوست داشتم که عرفان، بله، دوست داشتم که یه برنامه هم داشته باشیم در رابطه با، متاسفانه در اون با دوستانی که خیلی صحبت میکنیم و اینا، فلسفه رو در واقع با مذهب قاطی میکنن، یه مقدار خیلی نمیتونن تمایز بدن. البته من فکر میکنم که خب یه لبه تیغی داره، خیلی سخته که بخوان تشخیص بدن، چون یه مقدار اون شک‌گرایی که توی فلسفه هست تو مذهب از بین میره، ولی خیلی به هم نزدیکم و متاسفانه یه سوء استفاده هایی میشه. یه دفعه میبینیم مثلا از این وسط فلسفه اسلامی رشد میکنه، یه چیزایی عجیب غریبی آدم میبینه. دوست داشتم در این موردم اگر در آینده فرصت داشتیم یا برنامه بعدی رو یه جوری اختصاص بدیم به این، چون من فکر میکنم خیلی یه نکته خیلی مهمی داره توش که حالا من تو پیام ها و اینا میدیدم خیلی ها متاسفانه به اشتباه برداشت میکنن این رو، فکر میکنن اون در واقع اون حقیقتی که توی فلسفه ازش صحبت میشه اون همون حقیقتی هست که توی مذهب هست. خیلی دوست داشتم در این موردم اگر فرصت بود در جلسات بعدی صحبت بکنم. از همینجا یه قولی ازتون بگیریم که برنامه بعدی هم داشته باشیم و صحبت کنیم. زنده باشید. و حتما من فقط اگر قرار باشه کتابی معرفی کنم، شاید دوستان از این نویسنده‌ای که معرفی میکنم شاید دل خوشی نداشته باشن، ولی من معتقدم که اگر ما میخوایم نویسنده‌ای رو بخونیم باید متنش رو بخونیم، با شخصیتش کاری نداشته باشیم. آقای دکتر رضا داوری اردکانی در این رابطه مسائلی رو مطرح کردن و مخالف قید فلسفه اسلامی هستند و همینطور علوم انسانی اسلامی مخالف این هم هستند. عزیزان میتونن آثار ایشون رو مطالعه کنن و حالا برای برنامه بعد آماده بشن. اما ما فلسفه اسلامی به یک معنا داریم، اون هم این که قید اسلامی رو صرفاً به مثابه یک مثلا تایتل یا برچسب، مثلا قفسه کتاب رو از همدیگه جدا می‌کنیم، ادبیات، جامعه شناسی، مثلا فلسفه. اما اگر قید اسلامی به مثابه این باشه که ما یک فلسفه‌ای داریم که موضوعش با موضوع فلسفه غرب فرق داره، چون علوم به واسطه موضوع از هم جدا میشن، این رو ما نداریم و از این چیزی به نام فلسفه اسلامی اساساً وجود نداره. حالا اگر دوستان بتونن
این کتاب آیه داوری رو که معرفی کردم بخونن، فکر میکنم که بتونیم به دور از حق و بغض‌های سیاسی و اینها کاملا پدیدارشناسانه راجع به این مسئله صحبت کنیم. ولی همینجا عرض کنم ادعای من اینه که ما با اینکه فلاسفه به شدت ارزشمند داشتیم در فلاسفه مسلمان و دینداری که حقیقتا هم به دین خدمت کردن و هم به فلسفه، منتها با وجود این ما و اینکه ما مسائل فلسفی فراوان اینها پیش کشیدن، ولی چیزی به نام فلسفه اسلامی به تعبیر هایدگر مثل دایره مربع میمونه که من استدلال‌های خودم رو عرض خواهم. حتما. ممنونم. خیلی عالی. خیلی خیلی ممنون. برنامه فوق‌العاده پرباری بود، واقعا استفاده کردیم. از تک تک دوستانم ممنون که ما رو تا انتها همراهی کردن، کامنت گذاشتن. مرسی از همراهیتون دوستان. برنامه رو به اتمام میرسونیم، ولی حتما مایلیم که حتما با اشتیاق با هم دیگه مجدد برنامه داشته باشیم. واقعا پربار بود. انشالله. زنده باشین. فعلا خدا نگهدار. بله، خیلی ممنونم. شب خوبی داشته باشین و در پناه خرد. قربونتون. خدا نگهدار. AvageBooth.com